حدود 3 ماه باز مشتریان تاجیک صادراتبانک مشکل دارند. آنها نمیتوانند سری وقت معاش خود را طریق این بانک دسترس کنند. ما به بانک مرکزی تاجیک صادراتبانک رفتیم. آنجا واقعا مردم زیاد جمع آمده بود که امکانی گرفتن معاششون را نداشتند. مسئولین این بانک از شرح این مشکل خودداری کردند. سه روز شده. ای سه روز شده که زیاده اینم خیلی بسیاره. خختانم دیدیم که بسیاره هم خیلی اوچری آدم است. سحر بگه میویم نیست. فقط یه ساعتی 8 سحر خالی میشه که 18 سوم پر میکنه نمیتونیم گرفته. یا کار میره یا سوم میگیری. چند سوم معاش میگیرین؟ 525. همونا گرفتن نمیتونیم. همونا گرفتن نمیتونیم. این چند خش شده؟ 3 ماه شده هم تریه. 3 ماه شده که فقط می بانک هم خیلی. نه رفتن نداشتم. چند سال بانک اینجا بود کردم. ما سر زدیم به چندی از این بانکومات ها که ببینیم که چی مشکل در اینجا جای دارد. این من کارت خود رو وارد میکنم تا مبلغ خود رو از بانکومات این بانک دسترس کنم. اول میبینم که من چی مقدار پول دارم در اکران میبینم. اینک ببینین من 160 سومانی اینجا هنوزم از معاش من بقیه باقی مانده است. حالا من میخوام این رو بگیرم. من 100 سومان درخواست میکنم از این بانک که ببینیم چی پاسخ میشه. پاسخ این شد که در بانکومات مبلغ وجود ندارد. این پاسخ است که با صدها مشتری این بانک همین داده می شود. در بانکومات مبلغ وجود نداره. اونجا سامان هم نداره. چی گفت اکا؟ چی گفت؟ همه اون چیزایی که شما با میگوید من بایم هوای گفت. چی مثلا؟ نمیدونم شما باید چی گفت؟ ما دگو مبلغ وجود نداره. من بایم هوای. چند قدر شده که همین خیلی میگه شما؟ یادم با نیست. که معاش تو نگرفتین ما؟ چند ماه شده همین خیلی پرابلم؟ یادم با نیست. من ماهی گذشته گرفته بودم یک اینجا نیکو. دیگر جایا میکویم من ویل سپید کت میگردم. به پول میگردم. دیگر جا میوبام. اگر خدا رسول. تاجیک صادراتبانک یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی تاجیکستان به شمار می‌رود. این بانک نزدیک 100 فیلیال داشته، دارایی‌هایش نزدیک 4 میلیارد سومانی حساب می‌شود. مشکلی پرداخت پول نقد این بانک با مشکلات بحران مالیوی، برنگرداندن قرض مشتریان و کاهش یافتن پول مهاجران مهنتی از روسیه ارزیابی می‌شود.